قبل از شروع ویدیو میخواستم بگم برای حادثه‌ای که برای بندرعباسی‌های عزیزمون اتفاق افتاد واقعا متاسفم و به کل ایران تسلیت عرض میکنم. امیدوارم دیگه اینجور اتفاقا نیفته توی کشورمون و بریم سراغ ویدیومون. همه چی از موقعی شروع شد که فرانکلین قصه ما فقط 3 سالش بود و رفته بود توی کوچه و داشت با دوستاش بازی میکرد و بعد از چند ساعت خسته شد و برگشت سمت خونه‌شون. ولی اون شب یه شب معمولی نبود. یه شب بارونی بود که توی اون شب قرار بود بزرگترین اتفاق و تلخ‌ترین اتفاق زندگی رو تجربه کنه. سلام پسر عزیزم، درساتو خوندی؟ برو که فردا درس و مدرسه داری یا امتحانات داره شروع میشه. باشه پدر جون، الان میرم درسامو میخونم. خلاصه که رفتم طبقه بالا توی اتاقم و شروع کردم درس خوندن و اصلا فکرشو نمیکردم که قراره چه بلایی سرمون بیاد. ولی همون موقع بود که یه دفعه ببین به چی میگم پسرم، هر اتفاقی افتاد از اتاقت بیرون نیا، درا رو قفل کن، در خونه هم قفل کن. یه جایی هم شو فهمیدی؟ ببین انگار داری با بابای قایم موشک بازی میکنی. هر اتفاقی افتاد نیا بیرون. این قضیه لعنتی و همین امشب تمامش میکنیم. خب بالاخره اومدی ها؟ آره امروز اومدم که جونتو بگیرم. ولی خب اون دل کوچیک و صاب مرده فرانکلین اصلا طاقت نیاورد که توی اتاقش بمونه و شیطونیش گل کرد و گفت بذار برم ببینم اون بیرون چه خبره که بابام انقدر ترسیده بود، چون هیچ وقت حالا باباشو اینجوری ندیده بود. و دقیقاً همون موقع بود که اون مرد خبیث و ناشناس که یه ماسک روی صورتش داشت کارو تمام کرد. ببین ولی پسرم توی خونه، اون تازه مادرش از دست داده. اگه منم از دست بده دیگه کسی نیست که باهاش زندگی کنه. تو رو خدا منو نکش، برای پسرم این کارو نکن. من که بهت گفتم تو به رئیس خیانت کردی، الانم حقته که بمیری. اون مرد دقیقاً اومد جلوم وایستاد و من هول شده بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم. سعی کردم فرار کنم ولی انگار نمیخواست به من آسیبی بزنه. از ترسم رفتم سمت خونه دوستم و همه چی رو به مامانش گفتم و از روز بعد زندگی من کلاً تغییر کرد و تنها چیزی که از قاتل پدرم فهمیدم یه ماسک بود و این ماشین با همچین پلاک عجیب غریبی که قرار نبود هیچ وقت دوباره ببینمش. ولی همیشه سعی خودم رو میکردم که پیداش کنم. ولی چیزی که از همه مهمتر بود پدرم بود که دیگه پیشم نبود. اول صبح بعد از اینکه جنازه پدرم رو بردن، این فرد جلوی خونمون ظاهر شد. بهش میگفتن کلانتر هریسون. کلانتر هریسون خیلی آدم خوبی بود. تنها چیز زیبایی بود که من توی اون دنیای زشت توی اون سالهای عمرم میدیدم. اون برای من بعد از پدرم قهرمان بود و اومد ببینه بعد از این اتفاقی که برای پدرم افتاده دارم چجوری زندگی رو میگذرونم و بهم گفت پسرم یه چیزی میخوام بهت بگم، تو از این به بعد یه پلیسی، یه کلانتر کوچولو، فهمیدی؟ باید با من بیای. اینجا دیگه جای زندگی تو نیست. کسی رو نداری؟ خاله، عمو، چیزی؟ نه عمو، هیچ کس رو ندارم. واقعا خودم بودم. فقط مامان بابا داشتم که مامانم چند ماه پیش توی تصادف فوت شد. الانم که بابام این اتفاق براش افتاد. تو رو خدا کمکم کن. و اینجوری شد که من با کلانتر هریسون رفتم سمت کلانتری و شدم کلانتر کوچولو و چند سالی گذشت و یه کمی بزرگتر شدم. 10 سال بعد. سلام پهلوون، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون عالی باشه و خوش اومدید به این ویدیو. آقا یه قهوه بزنیم این سر صبحی که واقعا قهوه میچسبه. البته شما این کارو نکنید، فکر کنم چند بار دیگه هم گفتم زیر 18 سال اصلا قهوه بقیه کشورها ممنوعه، ما ایرانی‌ها میخوریم دیگه. پهلوون همونجوری که فهمیدید من خانواده‌مو چند سالی میشه که از دست دادم و الان دارم با کلانتر هریسون زندگی میکنم. یه آدم خیلی خفنه که الان 10 سال داره از من نگهداری میکنه و مثل پدرم شده و امروز هم بهم گفت دیگه بزرگ شدی و منتظر باش که میام دنبالت که باید بریم یه جایی. الانم من منتظر کلانترم چون دیگه مدرسه هم تموم شده که بیاد با هم دیگه بریم جایی که معلوم کرده و معلوم نیست با هم چی کار داره. حالا منتظر بمونیم که بیاد. چند دقیقه بعد. پسر جون دیر که نکردم، بپر بالا. نه بابا عشقم، چه دیری؟ چطوری بابا جون، خوبی؟ آره پسر جون عالیم. ببین پسر تو دیگه بزرگ شدی. امروز آموزش داریم. آموزش این که چجوری مثل پدر خودت یه کلانتر خوب باشی. بزن بریم یه جای خلوت که قراره امروز چند تا کار خفن یاد بگیری. ببینم اصلا استعداد داری توی این کار یا نه. آخ جون بچه‌ها باورم نمیشه. من کل این سالا دارم ازش خواهش میکنم، میگم بابا به منم یاد بده چجوری مثل خودت یک کلانتر خفن باشم. به انگار امروز میخواد بهم یاد بده چیکارا باید کنم و چجوری از روستاها و کلا بخشایی که جمعیتش کمتره محافظت کنم. و همیشه بهم میگه از پلیس بودن خیلی سخت‌تره کلانتر بودن. و از شما هم میخوام همین الان توی کامنت‌ها بنویسید به نظر شما پلیس بودن سخت‌تره یا کلانتر بودن. بچه‌ها من خودم فکر میکنم کلانتر بودن سخت‌تره واقعا، چون یه جایی هستیم مثل
شهر نیست همه جا دوربین و اینا داشته باشه کنترلش کمتره و خلافکارا خیلی راحت‌تر میتونن قایم شن، خیلی راحت‌تر میتونن بهمون آسیب بزنن و خیلی راحت‌تر میتونن سرنگونمون کنن. حالا ولی خیلی دوست دارم نظر شما هم توی کامنت‌ها داشته باشم. بریم ببینیم که امروز کلانتر هریسون و چقدر بد رانندگی میکنه، چه آشی برامون پخته. لیتس گو. یخت بعد. خب پسر جون رسیدیم. حالا دیگه میزنم کنار، باید چند تا کار به این یاد بدم. پیاده‌شو ببینم چند مرده علاجی. ای جونم ای جون بابا جون، این کلاش و هارپیچی اینا رو بده که چند تا تیر برات در کنم عشق دنیا رو ببریم. تو مثل اینکه اسکول مسکول یا بچه جون. ببین اول باید با چیزای کوچیک شروع کنیم، تفنگ اسباب بازی یا حتی از این تفنگایی که آتیش شلیک میکنه. نمیخوام همین اول کار دستمون بدی، فهمیدی؟ حالا بذار بهت بگم باید چی کار کنی. من چند تا قوطی اینجا میچینم و تو باید یکی یکی تیر بهشون بزنی، ببینم چی کار میکنی، البته با تفنگ بادی، فهمیدی؟ باشه بابا جون، هر چی تو بگی. حالا چرا ناراحت میشی؟ هر کاری تو بگی من میکنم. بچه‌ها اینقدر بازی کامپیوتری کردم که الان مطمئنم همه رو میزنم به هدف. من اصلا کل زندگیمو تو بازی‌های کامپیوتری گذروندم. خب پسر جون این 5 تا بطری رو برات گذاشتم، این هم از کلت بادی، ببینم چی کار میکنی. همینا بابا جون، اینا که خیلی راحته. بذار ببینیم. بچه‌ها بذارید میخوام خودم رو بهش ثابت کنم که مطمئن بشه من آدم با استعدادم. 1 2 3. چرا نمیشه؟ ببخشید بابا جون، یه بار دیگه بهم فرصت بده. 1 2. بابا چرا اینقدر دستم میلرزه؟ بابا جون به خدا من تو بازی‌ها همه رو میزنم. این دنیای واقعی پسر خیلی فرق داره، بیشتر تلاش کن. 1 2. بچه‌ها قشنگ بیارم نزدیک. زدم. هول کردی بابا، داره قلقش دستم میاد. آره ولی خیلی زوده، تو بیای نشونه گیری کنی توی جنگ واقعی زدن پسر، باید خفن‌تر کار کنی. بودو ببینم بقیه. اینجوریه بابا جون، من قشنگ قلقشو یاد گرفتم. نگاه کن. 1 2 3 4. بیا. هول کردی یا نه خوشم اومد، مثل اینکه یه چیزایی بلدی. بابا جون ما رو دست کم گرفتی. پهلوونا همین الان به نشونه‌گیری دشمنتیتون از 1 تا 10 نمره بدید که آخ کلانتر بدونه ما کی طرفه. ما خودمون ختم روزگار ما آخ کلانتره. این کارا دیگه برامون مثل آب خوردنه. که اینطور ها. حالا وقتشه که بشینی پشت رول ببینم رانندگی هم بلدی یا نه. جدی میگی بابا؟ وای بچه من تو از بچگی عاشق این بودم پشت ماشین پلیس بشینم، اونم همچین ماشین پلیس خفنی مخصوص رئیس کلانتریاه. ای بنوز اون غیرتت بابا جون. آقا بریم بشینیم که خیلی حال میده. نه خیر پسر جون، با این ماشین نه، با اون ماشینی که اون ور توی خاکی گذاشتم. ای بابا این حال میداد که چی؟ حتما یه پژو پارسی چیزه. بابا اون که ماشین اون ماتیزه بابا. برای من ماتیز آوردی؟ واقعا با ماتیز رانندگی کنم؟ آره دیگه، با اون هیکل ریزه میزد میخوره. برو ببینم چیکار میکنی. برو اصلا روشنش کن ببینم روشن کردن ماشینو بلدی. بچه‌ها این حقوقشه میخواد بدونه من ماشین تو حالا دزدیدم یا نه. منم چند بار ماشینشو پیچوندم هنوز نمیدونه. نه بابا جون من بلد نیستم رانندگی کنم، مثلا روشن کردن ماشین یا حرفایی میزنی. من مگه کی نشستم؟ ببین پسر جون این ماشین دوربین داره، دیدم که چند بار نشستی. حالا برو تو کتک نخوردی و برو ببینم چیکار میکنی. ای بابا باشه هرچی تو بگی. بچه‌ها لو رفتم که بچه‌ها خیلی این کلانتر بد اخلاقه ولی واقعا مثل بابامه، همیشه دلسوزی داره برام. و الان هم این که میخواد بهم ماشین سواری یاد بده خیلی خفنه، اونم با ماتیز دیگه. بچه‌ها ماتیز خوب نیست ولی خوب. آقا بزن بریم. روشنشم که کردیم و آروم من کلوچو ول کنم. مثلا بچه‌ها میخوام یکم کلوچینا رو بد ول کنم که فکر کنم بلد نیستم. اوه بابا جون بلد نیستم و فکر نکنی بلدم. اوه دارم چپ میکنم بابا جون. شرمه. اوه ببخشید بابا ببخشید، بلد نیستم دیگه. چیکار کنم؟ پسر جون با اون ماشین 330 تا کیلومتر چسبوندی، بلد نیستی. برو ببینم اینجا باید تاپ اسپید پر کنی. ببین پدر جون خودت خواستی دیگه. من میخواستم فکر کنی که من بچه سر به زیری و گل و معصومیم، تو خودت نخواستی. بیا داداش اینم تاپ اسپید که میخواستی. یو اول فصل. بچه فکر کنم هنوز نیاز به تجربه بیشتر دارم ولی خدا رو شکر که خودم سالمم. بچه این ماشین اصلا هندلینگ خوبی نداره. نگاه کن اگه اون ماشین پلیس رو بهم بدی به خدا برات چند تا دستی میکشم کورکوپرت بریزه بابا جون. کورکوپر برات نمونه. کلا یکم بچه‌ها کلانتر هریسون حالا کوسه هم از بنده خدا، زیاد ریش و سیبیلی نداره ولی خوب بود پسر جون. خوشم اومد. فقط اون ته یه تصادف ریزی کرده که چشم پوشی میکنم. حالا میخوام بهت یه خبر خوب بدم. اگه همینجوری پیشرفت کنی، درستو خوب بخونی، توی مهارت‌های پلیس بودن و کلانتر بودن پیشرفت کنی، بهت قول میدم که تو چند سال دیگه تو هم یه کلانتر خفن میشی. فهمیدی؟ جدی میگی بابا جون؟ بچه‌ها باورم نمیشه. یعنی واقعا میتونم یه روز کلانتر خفن باشم؟ البته که میتونی پسر جون، من بهت اعتماد دارم. البته که کلانتر جون اعتماد تو کافی نیست. پهلوونا شما به نظرتون دشمنتیتون میتونه یه کلانتر خوب باشه یا نه؟ با آره و نه بهم توی کامنت‌ها جواب بدید ببینم کیا به دشمنتیتون باور دارن که بالاخره یه کلانتر خفن میشم. خب دیگه برای امروز بسه، میریم سمت خونه. بابا حالا
تو رو خدا بذار رو ماشین گنده رو من یکم بشینم تا خونه. تو رو خدا بهت قول میدم که آروم برم. قول دادیا، تو با اون برو، منم این ماتیزو میارم. فقط آروم بریا پسر جون، این ماشین برای پلیس، آروم رو نبری. اصلا بیت المال رو چشم دشمتی جا داره، خیالت راحت. من دیگه الان بهت قولم دادم که تون نرم دیگه. بچه‌ها وقت اینه که چیکار کنیم؟ تون بریم. ده سال بعد پهلوونا، من هفته پیش بالاخره تونستم کنکور ثبت نام کنم و بچه‌ها هدفم هم اینه توی یه دانشگاه نظامی بتونم ثبت نام کنم و یه آدم نظامی خفن بشم، مثلا کلانتری چیزی بشم که واقعا خفنه. آره دیگه تلویزیون داشتم بهت میگفتم ما هم دعا کن که ان شاءالله تو این کار موفق بشم که قرار کلی بتر کنیم ما هم دیگه. من واقعا عاشق اینم که یه کلانتر خفن بشم و مطمئنم توش میتونم بتر کنم. من که مطمئنم تو میتونی داش فرانکلین. من رفیقتم، میدونی همه این سالا میشناسمت. تو آدم شریفی هستی، به درد این کار میخوری. عشق منی تلویزیون، این لطفته. بذار ببینم بچه‌ها کلانتر داره بهم زنگ میزنه، بذار ببینم چیکار داره. جونم بابا هریسون، چی شده؟ بابا چطوری پسرم فرانکلین، خوبی؟ میگم که میتونی بیای سمت کلانتری و اینا، یه خبر خوب برات دارم. جدی میگی؟ تو رو خدا بگو من تونستم قبول بشم توی رشته مورد علاقم. دقیقاً همینطوره. بیا اینجا باهات کار دارم. بابا همین الان میام. تلویزیون داداش، من برم ببینم این خبر خوش چیه که پدرم بهم داده. سری برمیگردم پیشت، یه لحظه برم و بیام. یخت بعد. خب بچه‌ها من الان رسیدم سر کلانتری و بریم ببینیم که قضیه چیه. حالا امیدوارم اینجا گذاشتیم کسی ناراحت نشه دیگه. بابام رئیس پلیس دیگه. الان میام. چطوری چالوپی؟ خیلی باحالی. آقا با اجازه ما رفتیم سمت بخش خصوصی. شو خوش آقا. یعنی تا حالا اینجا یعنی چند بار بچه بودم اومدم ولی خیلی این کلانتری خفنه. یعنی میشه یه روز من مدیر اینجا باشم، حتی مدیر نه، من بتونم اینجا کار کنم. چطوری احمد جون؟ میگم که بابای منو ندیدی؟ بابا چطوری داش فرانکلین؟ خوبی؟ سالن بغلی دست راست، اتاق کنفرانس. باشه داداش مرسی. بچه‌ها بریم اتاق کنفرانس رو پیدا کنیم. این که چیه؟ آرمونی این چیزه فکر کنم. تفنگا و اینا رو داره. چطوری علی جون خوبی؟ بچه‌ها اینم اسمش علیه، من همه رو دیگه میشناسم. اینجا هم که چیه؟ این بچه‌ها رختکن و اینجور چیزا. این یکی باید چیز باشه دیگه. این یکی آره دیگه بچه‌ها میتینگ روم، اتاق دیدار و اینجور چیزا. به بابا جون چطوری؟ راستی بچه‌ها بابام هم خیلی تغییر کرده قیافش و کلا یه آدم پخته شده. راستی بابا چرا لباس تنت نیست؟ پسر جون مبارکه، تو تونستی دانشگاه افسری قبول بشی و باید 3 سال از خونه دور باشی، ولی بعدش به عنوان کلانتر میای اینجا. جدی میگی بابا جون؟ دورت بگردم بچه‌ها، پس واقعا قبول شدم دانشگاه افسری. بابا عشقای من دمتون گرم، نمیخواد دست بزنید، من متعلق به همتونم ناموسن. باید همین امشب آماده شی که بری سمت نورتیانگتون. سخت در این دانشکده افسری بهت افتاده، ولی اگه بتونی این دانشکده رو پشت سر بذاری میای اینجا و جزء یکی از بهترین کلانترهای این روستا میشی. فهمیدی؟ آره بابا جون. آقا اینا برای من ایزیه بزن بری. ولی نورتیانگتون اصلا اونجوری که فکر میکردم نبود. خیلی جای بی صفایی بود لامصب. و وقتی رسیدم رئیس دانشگاه بهم گفت بچه‌ها رئیس جون الان من چیکار کنم توی دانشگاه کدوم وره؟ دانشگاه همینجا پسر جون، همینجا دانشگاهه. اینجا 500,000 تا شنا میری، بعدش میای داخل. فهمیدی؟ 500,000 تا اشتباه میکنی. 500 تا منظورت دیگه نه؟ نه 500,000 تا. هر موقع از سرما خواستی کبوچی و خوشی میام سراغه. بچه‌ها فکر کنم غلط اضافی کردم اومدم دانشکده افسری. 3 سال بعد. وایسا ببینم پسر جون اینجا چه خبره؟ داری چی کار میکنی؟ چه کارستانی داری میکنی با این اتوبوس؟ پاشو ببینم. سلام رئیس جون، چطوری؟ پهلوونا چطورید؟ آقا دیگه دشمنتیتون پهلوون واقعی شد. الان اومدم اینجا لخت با یه اتوبوس بالا سر فرانکلین داریم شنا میریم. دیگه شنای معمولی اصلا به درد نمیخوره، دستو میزنیم زمین میپریم بالا. بابا رئیس جون تو برو خیالت راحت، من یه 2-3 هزار تا دیگه شنا بزنم میام پیشت. ببین داداش دیگه بسه به نظرم. خیلی داری به خودت آسیب میزنی. وقتشه که بری و ایشالله کلانتر بشی. من همین الان تو رو قبول میکنم، فقط امیدوارم مقامات شهری نبینن که تو داری با دیفرانسیال اتوبوس همچین کاری میکنی، چون 100% چرخای اون اتوبوس تا 3 روز دیگه تعطیل پسر جون. پاشو بسه. و خلاصه که یه آدم دیگه شدم و با رئیس دانشگاه خدافظی کردم و رفتم سمت خونم. خب بچه‌ها من بالاخره دیگه برگشتم به سمت کلانتری بعد از این همه سال و وقتشه که داشمتیتون بالاخره کلانتر بشه. آقا ناموسن چند سال من دیگه دارم زحمت
زحمت میکشم. امروز دیگه باید کلانتر بشم. درام راحت برام بود شد. سلام دوستان. آقا من فارغ التحصیل این دانشگاه افسری ام. الان باید چیکار کنم؟ برو طبقه بالا، زینب کاراته بهت همه چی آموزش میده. زینب کاراته؟ بچا اینا اگه کارایی که داشمیتی توی نورس یانگتون کرده بود و فقط بدونن دیگه اسم کاراته مراته رو خودشون نمیذارن. آهای زینب کاراته بیشتر شبیه پودر کاریه. ببین من الان باید چیکار کنم؟ بابا کل نکن، برو داخل رختکن و لباساتو بپوش. لباسات اوماده. جدی؟ باشه زینب جون. آقا ای ول لباس کلانتری بالاخره میتونم بپوشم. تو کدوم یکی از این کمده؟ کمد شماره 3. باشه زینب جون 1 2 3 اینه دیگه. حتما بچه‌ها بپوشیم و بریم بیرون. یخته بعد. خب بچه‌ها جون من لباسا رو پوشیدم و اینم از این. حالا باید چیکار کنم زینب جون؟ به نظرم از این به بعد بهت بگیم کلانتر فری بالتر باشه. آی فری جون از الان به بعد تو یک کلانتری. برو داخل شهر دور بزن ببین همه چی درسته یا نه. همین الان من دیگه کلانترم واقعا؟ آره دیگه برو بیرون. فقط یه چیزی بابات گفت که بیا منو ببین. میخوای برو ببین بابات چیکار داشت باهات. باشه بچه‌ها بریم ببینیم بابام چیکار داره. میریم تو همون سمت. اگه خلافی چیزی همین وسط دیدیم سری میگیم خلافش کن. تو کلانتر فری نیومده سر وقته. لزبو خلاصه. خب فقط یه چیزی بچه‌ها من موندم که کدوم یکی از این ماشینا الان برای منه. تو فعلا رنگت نمیخوره که ماشین سوار شی. بچه از ماشینا بیا کنار. رنگم نمیخوره؟ یعنی چی که رنگم نمیخوره؟ خب بالاخره من این همه کار کردم کلانتر شدم دیگه. نه هنوز زوده. یه چند وقت دیگه تو هم میتونی از اینا داشته باشی. فعلا برو ببین بابا چیکارت داره. باشه آقا بریم ببینیم بابام میخواد بابامون چیکار کنه. این همه ما برو زحمت بکش. آخر من عشق همین ماشین پلیسا رو داشتم فقط. بریم دیگه آقا. ما با اینکه کلانتریم مجبوریم همینجوری پیاده بریم توی شهر دور بزنیم و تا سمت خونه میریم دیگه. شاید یه تاکسی گرفتم البته راسته رو چون خیلی دوره. آخ بچه‌ها کمرم شکست ولی اومدم. حاجی ماشینه چقدر خفنه. چطوری بابا جون چه ماشین خفنی خریدی؟ بابا پسرم خوش برگشتی از سفر. ببین این هدیه من به توه. این همه سال تو مثل پسرم بودی. به قول وقتش بود منم به عنوان پدر برات جبران کنم. برو سوارش شو. من رو زندت پسر. جدی میگی بابا جون؟ حاجی این ماشینه من این ماشینا عشق فرانکلینه. توی داستان واقعی هم میدونید که فرانکلین یکی از اینا داره دیگه. ولی این ماشین پلیسشه. چقدر خفنه بابا. دید بنوزم به غیرتت ناموسن. حاجی چیزی برام گرفت. آقا بذارید من سوارشم یه استارت بزنم و صدا کرگدن میده لامصب. بابا چون با اجازه پس من برم این دور و بر یه دوری بزنم و ببینم کسی خلاف نمیکنه. مثلا عقده تو گلوم جمع شده یکی که خلافکاره رو بگیرم بعد این همه سال زحمت. بذار ببینم بچه اینجا که قضیه چیه بچه جون. بچه حال کردید یا نه؟ اصلا اینجوری باید به کلانتر رو کمک کنید. بچه اینم کلانتر حسینه که. چطوری حسین جون؟ خوب دختش آوردی پسر. رنگت اینجوری زود میره بالا. بابا عشق من کاری نکردم که. فعلا خدافظ. و از اون موقع به بعد فرانکلین شروع کرد به پیشرفت کردن تا اینکه کل آدما رو میشناخت و آدمای شهر به 2 قسمت تقسیم میشدن. یا دشمنای فرانکلین یا دوستای فرانکلین. بین این دو وجود نداشت. دشمنا خلافکارا بودن و دوستا آدمایی بودن که میخواستن از راه تمیز پول در بیارن. یختکی بعد. خب بچه‌ها جون امروز خیلی کار کردم. وقتشه که برم از مغازه شعبون یه شات قهوه بگیریم عشق کنیم. و خیلی خستم. چطوری شعبون جون؟ خوبی؟ بابا فرانکلین جون چطوری؟ خوبی؟ جونم داداش چی شده؟ داداش یه شات قهوه اگه میشه برامو بگیر. یه عصاره از اون قهوه 100% رو استاد که ناموسن گیج ملنگم. باید برم تا شب کار کنم. تا شبم شیفت و اینا دارم. کلی زحمت بکشم دیگه. یه چیزی بده انرژیمو تا شب تامین کنه. ای بابا فرانکلین جون تو همیشه میخوای 20 تومن پول یه شات قهوه بدی دیگه. با همون تا شب بدی به خودت آسیب میزنی. اب نداره شبون جون بزن بریم بابا. اب نداره. این دنیا اصلا ارزششو نداره دیگه. و بچه‌ها واقعا دیگه از این کار دارم خسته میشم و امیدوارم که یه اتفاق باحال بیفته. این شهر خیلی دیگه آروم شده. قدیما یادم زمان بابام همش تیر و تیراندازی بود. راستی فرانکلین تا موقعی که دستگاه قهوه گرم میشه یادت گفتی یه پیکان سفید هست که از بچگی دیده بودی و دنبالش میگشتی؟ آره پیکانی که بابای اصلیمو کشت. اون لعنتی رو باید یه روزی پیدا کنم. همه عمرم منتظرم که اون روز پیدا بشه که من اونو پیدا کنم و انتقام بابامو ازش بگیرم. خب راستش چند وقت پیش یه حرفای من از بیرون شنیدم که انگار ربط داشت به یه پیکان مخفی. جدی میگی؟ چه قضیه‌ای؟ میتونی بهم توضیح بده داداش؟ احمد پیر رو که میشناسی؟ احمد پیر؟ آره بابا من همه شهر رو میشناسم. همین چیز دیگه. اینی که قدیما تو آتش نشانی بوده درسته؟ آره همون. گفت که یه ماشینو قدیما با رئیس پلیس وقت قایم کردم. همینجوری داشت به شوخی میگفت ولی انگار این دقیقاً همون ماشینی بود که تو بهم گفته بودی. یه پیکان سفید با یه پلاک عجیب غریب بود. شلوغ و درم برم. انگار سوختگی بوده. بذار ببینم. راست میگه یه پلاک شلوغ و درم برم هم باید داشته باشه. پس اون ماشین واقعا ماشین خلاف بوده درسته؟ دقیقاً همینطوره. احتمالاً اون بتونه کمکت کنه پسر. حل. پس من باید سریع برم پیشش. لیتس گو بزن بریم. وایسا بابا پسر جون قهوه چی میشه؟ ای بابا
مجبوریم خودمون بخوریم دیگه. خبر رو نگهدار میام. الان دستگاه رو خاموش کن اومدم دیگه. بچه‌ها اینم انگار دستگاهش گرم بشه کنتور میندازه. من سریع باید برم پیش احمد پیر. بچه‌ها احمد پیر همین دور و برا برای خودش ویل کردی میکنه، باید همین دور و برا باشه. زیادم حالا پیر نیست و فامیلیش بنده خدا پیره و فامیلی خفنی هم هست. حالا احمد جون کجایی بچه؟ من همیشه میدیدمش اینجا، معلوم نیست کجاست. پس بچه‌ها بذارید همینجا وایسم برم داخل این خونمونا در بزنم. من خونه واقعیش هم نمیدونم دقیقاً کدومه. احمد کجایی داداش؟ بچه‌ها احمدو پیدا کردم. احمد جون چطوری تو؟ خوبی؟ بذار دارم با گوشی حرف میزنم پسر جون، الان جوابتو میدم. باشه بابا هیچ لو نمیدم، خیالت راحت، الان پیشمه، حرف نزن. چیزی شده احمد؟ داری درباره من صحبت میکنی؟ من پیچیدم دیگه. نه منظورم اون گربه بود، اون گربه‌ای که اون دور و براست. دور و بر گربه که نیست بچه‌ها. گربه تو میبینی؟ بعدش تو مگه باید به گربه چیزی بگی یا چیزی نگی؟ چرا داری عجیب غریب بازی در میاری برای من؟ چی شده فرانکلین؟ مشکلی داری؟ بگو داداش. من هستم که جوابتو بدم. هیچی بابا، دوستم بود، داشت درباره یه چیزی صحبت میکرد. آها اب نداره اصلا. داشت احمد میگم که یه سوالی داشتم ازت. راستش میخواستم ازت درباره اون شبی که توی 20 سال پیش پدرمو کشتن صحبت کنم. تو چیزی میدونی درباره‌اش؟ راستش من کلی خبر گرفتم و فهمیدم که تو یکی از افرادی هستی که اون شب یه چیزایی میدونستی درباره یه پیکان. نه بابا، پیکان اصلا کدوم ماشینه؟ من بلد نیستم. از تو بلد نیستی ها؟ اب نداره احمد جون، اب نداره. حالا ببخشید دیگه داداش، گفتم حالا بهت سر بزنم. فعلا خدافظ. بچه‌ها جون دشمیتی درست الان پلیسه، ولی بعضی وقتا باید گوشی مردم رو قاپید. حالا وقتشه که بریم یه سر پیش داش لستر سمت شهر تا ببینیم دقیقاً آخرین نفری که بهش زنگ زده بود و میگفت چیزی نمیگم و اینا دقیقاً کیه. یخت بعد. خب بچه‌ها جون ما رسیدیم دم خونه لستر. واقعا این لستر اگه نبود ما می‌خواستیم چیکار کنیم و بریم گوشی رو بهش بدیم ببینیم میتونه کاری کنه یا نه. لستر آمدیم. چطوری عشق؟ خوبی؟ خوبم داداش. راستش یه کتاب این دور و بر افتاده، داشتم دنبالش میگشتم، اسمش معجون مرد قدرتمند بود. ای بابا لستر با این کتابا کسی به جایی نرسیده. بیا برو بیرون ورزش چیزی کن. ببین یه چیزی برات آوردم، یه گوشی. خوب ازت میخوام بری توی لیست تماساش اینا باز کنی ببینی آخرین کسی که داشت زنگ زده بود کیه. بچه‌ها حس میکنم این زنگ آخری که کسی بهش زد باعث شد که هیچی به من نگه. باشه الان پیداش میکنم. پسرم فرانکلین از کی تا حالا دزدم شدی؟ بذار ببینم تو اینجا چیکار میکنی بابا؟ راستش خوب دوست قدیمی بهم زنگ زد گفت گوشیشو مثل این که آخرین بار پیش تو بود و دزد زده. میخواستم بهت بگم بری گوشیشو پیدا کنی. بعد از کجا فهمیدی که من اینجام؟ خب همه ماشینا ردیاب دارن دیگه پسر جون. بهتره گوشی احمد پیر رو برگردونی. بابا به خدا یه پرونده‌ای دارم پیدا میکنم که بتونم باهاش به هتل پدرم برسم. تو رو خدا بذار این کارو کنم دیگه. فقط یه دونه شماره از روی گوشیش بردارم، بعد به خدا گوشی رو بهش میدم. تو که میدونی من دزد نیستم، به پولش هم نیاز ندارم. همین که گفتم پسر جون، دزدی کار بدیه، حتی اگه برای قانون باشه. گوشی رو رد کن بیاد. ولی بابا ولی نباشه، گوشی رو رد کن بیاد. باشه بابا هرچی تو میگی. جهنم و ضرر بیا. اینم گوشی اصلا نخواستی. خوبه خودت هم زود برگرد سمت خونه. باید درباره این کاری که امروز کردی با هم دیگه صحبت کنیم. مثل اینکه هنوز خوب پسرمو تربیت نکردم. دنبال پرونده یا توی کلانتری باید یه اتاق بایدگانی باشه، پیدا کن و برو پرونده مورد نیاز تو از داخلش بخون. راست میگی لستر، این بهترین کاره. باید سریع برم. یه 2-3 ساعت دیگه اونجا هم لستر. مرسی بهم همچین پیشنهادی دادی. واقعا سریع باید برم سمت کلانتری و سریع پرونده ها رو پیدا کنم. لیتس گو. خب بچه‌ها من الان رسیدم سمت کلانتری و بزنم بریم. بابا من همیشه هم ماشینمو بعد پارک میکنم و چطوری جلو پی. آقا سریع بریم اتاق بایگانی رو پیدا کنیم. آقا اتاق بایگانیش کجاست؟ من تا حالا نیومدم. همینجا باید باشه. چطوری معصوم جون خوبی؟ میگم که چند تا پرونده میخواستم از سال 2003 میتونی برام پیدا کنی؟ نه مادر جان، همه پرونده‌های 2003 رو همین الان زینب اومد برد تو حیاط آتیش بزنه. آتیش بزنه؟ چرا آتیش بزنه؟ خب چون که جا رو پر کرده بود، دستور از بالا اومده. رئیس بهمون گفت که همچین کاری کنن تا یکم جامون خالی شه. دیگه نیاز نیست به 20 سال پیشا. اتفاقا همین الان به 20 سال پیشا نیاز دارم. یعنی چی که رئیس اینقدر داره جلوتر از من کار میکنه؟ چی کار میکنه زینب؟ وای اینجا رو نگاه. شرمنده فرانکلین جون، اینا رو لازم داشتی؟ اینا پرونده‌اش به درد نمیخوره. برای خیلی قدیمیه، 20 سال پیشه جمع شدن. والا نه دیگه زینب، فکر نکنم اینا به دردم بخوره. اینا هم که هیچی. بچه‌ها خیلی عجیبه که هر کاری میخوام کنم این رئیس که پدرم باشه داره جلومو میگیره. شاید بنده خدا نمیدونه. حالا من نمیخوام نفوذ بد بزنم. حالا اب نداره دیگه بچه‌ها. امشبم کلی شیفت و اینا دارم. من برم ماشینمو یه تعمیر ریزی کنم ببرمش پیش صافکاری محل و بعدش امشب بریم سمت شیفت و اینجور چیزا دیگه. کار دیگه ای نداریم انجام بدیم. بچه‌ها دوباره شب شد و من باید برم یه قهوه ای بزنم. سلام بر عشق داداش، چطور میتونی؟ بچه‌ها
این پسرش اومده. قاسم جون چطوری خوبی؟ میگم یه قهوه برام میزنی؟ والا پدرم بهم گفت از این به بعد موقعی که فرانکلین میاد قبل اینکه براش قهوه بزنی یا دستگاه روشن کنی پول ازش بگیر. بابا مشکلی نیست که بیا من الان کارتشو برات میکشم. بیا داداش اینم کارتش. بگی بکش بعدش یکم با هم صحبت کنیم داداش. میخوام یکم درد دل کنم. اصلا حالم خوب نیست. یه خاطرهایی داره میاد توی ذهنم از 20 سال پیش که نگو اصلا به هم ریخته. ببین داداش ما چینی‌ها یه ضرب المثل خوبی داریم که اونم اینه: برای تحقیق تو اتفاقات قدیمی همیشه از پیرمردا سوال بپرس. برای تحقیق تو اتفاقات جدیدم بازم از پیرمردا سوال بپرس. به نظرم باید از پیرمردا بپرسی، کسایی که اون موقع جوان بودن، اطلاعات بیشتری دارن. حرف باحالی زدی ها. بذار من برم بچه‌ها. یه چند تا پیرمردم سر کوچه دیدم. بابا بیا اینجا قهوه تو بگیر. این دفعه که کردم کشیدی دستگاه رو روشن کردم. ای بابا اصلا به جای تو خودم قهوه میخورم، پولش هم که تو حساب کردی. بچه‌ها سریع باید برم. اب نداره قاسم جون بابا قهوه رو بخور. بچه‌ها سریع باید برم. اینجا آره چند تا پیرمرد و کلا آدم دیده بودم. ببینم اینا چیزی میدونن یا نه. چطورین دوستان خوبین؟ تو مخبری، من ازت بدم میاد. برو اونور مخبر. بچه‌ها این داووده. از داوود من خیلی بدم میاد. اونم از من بیشتر بدش میاد. یکی از خلافکارای شهره. ولی شاید بتونیم با هم راه بیایم. مگه نه داوود؟ چطور؟ من با پلیس راه نمیام داداش. یه قدمم راه نمیام. نه ببین داوود یه حرفی میخوام باهات بزنم بین خودمون بمونه. قضیه برمیگرده به 20 سال پیش، موقعی که تو تازه یه جوجه فکلی بودی. درباره اون موقع ازت سوال دارم. میدونی که پدر منو یه آدم اومد کشت و رفت، درسته؟ معلومه که درسته. خب ازت میخوام اگه چیزی یادت میاد که کی توش دخیل بود و اینا بهم بگی. من باید بعد از این همه سال بالاخره انتقام پدرمو بگیرم. میخوای بدونی کی دخیل بود؟ ببین من اسم واقعی بهت میگم، فقط یه شرط داره. 20 میلیون پول نقد. همین الان نقدی برام بیار. اگه بتونی این کارو کنی بهت اسمشو میگم. برای یه اسم میارزه مگه نه؟ اونم مخصوصا وقتی حرف انتقام باشه. بچه‌ها 20 تومن تازه حقوق گرفتم، فکر کنم بتونم جور کنم. همینجا بمون داوود جون، من برمیگردم. اگه واقعا اسم واقعی بهم بگه اوکی، چون خودم هم پلیسم. اگه هم ببینم بخواد بپیچونه و اینا بچه‌ها سری کلکشو دشمتی میکنه دیگه. نمیذارم پولمو بخوره. بزن بریم از بایگانی 20 میلیون پول نقد بگیریم و بریم این سمت. یخت بعد. خب بچه‌ها جون من تونستم پولو بگیرم. تو یه دونه کیف سامسونتم گذاشتم و بزن بریم سمت داوود تو دیر نشده. پس 100% الان دیگه بهمون اسمو میگه بچه‌ها. لیتس گو. بچه داوود کو؟ داوود همینجا بود. لعنتی چرا پیشون؟ البته پولو که نگرفت. بذار ببینم داوود اینجایی؟ بچه این چیه دیگه؟ داوود بچه مرده این کامل. کلی چاقو و اینا خورده، همه جاش چاقو خورده. سری برو، سری. پرونده قتل پدرت، پلیسا، تقصیر پلیسا بود. برای همینه بعدم میاد ازشون. بذار ببینم یعنی چی تقصیر پلیسا بود؟ بچه‌ها یه چیزایی داره روشن میشه. پلیسا دارن پرونده ها رو خودشون میسوزونن، نمیذارن حتی برای کار درست گوشی بدزدن. و الانم به محض اینکه این میخواست بهم اسم بده این اتفاق براش افتاد. اونم کنار اداره پلیس بدون اینکه کسی صداش در بیاد. قضیه داره بو پیدا میکنه. اسم میکنم هزینه بنزینتون میشه 78000 تومان آقا. حل داشت سعید جون. بزن به حساب میام حساب میکنم. الان سریع باید برم یه جایی. بچه‌ها جون من الان 3 ماهی هست که دارم میگردم و دیگه بعد از قتل اون بنده خدا هیچ چیز دیگه‌ای پیدا نکردم. یعنی 1% هم نتونستم نزدیک بشم. کل این شهر رو گشتم، حتی انگار یه نفرم نمیخواد با من درباره این قضیه صحبت کنه. خیلی عجیبه. بذار ببینم بچه‌ها لستر بعد این همه سال چیکار داره با من. بذار ببینم، بذار جوابشو بدم ببینم قضیه چیه. الو جونم لستر جون چی شده؟ فرانکلین میگم که میتونی بیای یه جایی. آره بهم بگو. تو شهر باید بیام دیگه، درسته؟ نه توی شهر نمیخواد بیای. بیا پایینتر از فرودگاه سندی شورز میبینمت. حل داشت لستر. الان میام پیشت. بچه‌ها بریم ببینیم که لستر با ما چیکار داره. گفت که نزدیکای فرودگاه سندی شورز، پایینتر از فرودگاه سندی شورز. حالا میریم پیداش میکنیم دیگه. داش مهدی چشم عقابی داره، تیریپ لاتی داره ناموسن. بزن بریم پیداش کنیم. لیتس گو. Make a better life instead. You gotta give it all your best. So put your hands up to the sky and live your best. دیدم لستر جون. چطوری بچه‌ها؟ من رسیدم به لستر و لستر جون چه خبره داداش؟ چه عجب اومدی یادی از ما کردی. این چه جایی اومدی؟ میومدی خونه خودمون دیگه. مرسی فرانکلین. ماشینو بذار اینجا پارک کن. قایمش کن. باید با ماشین من بریم. چرا باید با ماشین تو بریم؟ خب ماشین به این خوبی اوباد استیل گنگو نگاه کن با هم میریم دیگه. کجا باید بریم حالا؟ نباید دیده بشیم. اون ماشین خوبه، آندرکاوره. حل بابا هرچی تو بگی لستر. بچه‌ها بذارید من یه لحظه ماشینو قایم کنم. لستر احتمالاً یه چیزی پیدا کرده که مهمه دیگه. فکر کنم همه جا عالی باشه بچه‌ها. یه جورایی کاور دیگه، کسی دیگه سراغشو نمیگیره. و بزن بریم لستر. بیا اینم با ماشین تو بریم هر جا تو می‌خوای. شیشه‌هاش هم دودیش رنگ کردی ماشاءالله. برو سمت پمپ بنزین بعدی، سمت چپ. یه چیزی هست که باید ببینی. باشه داش لستر. بزن بریم ببینیم قضیه چی و چی رو باید ببینم. اینم از اینو سمت چپ و پمپ بنزین بعدی. اینم از پمپ بنزین بعدی.
اومدی لستر جون. حالا کجا باید وایسیم؟ یه گوشه وایسا، یه جوری که ضایع نباشه. ببین لستر، با این ماشینی که اومدیم مثلا هیچکی بهمون شک نمیکنه که مثلا آدمای گنگی باشیم و اینا. بیا من همینجا وایسم. خوبه؟ بچا بذارید یه جای مثلا معمولی تر وایسم، مثلا اینجا وایسم. خوبه اینجا؟ آره عالیه. حالا باید چند دقیقه وایسیم. چند دقیقه بعد باید سریع ماشین لعنتی رو سرنگون کنم. بیشتر از این نمیشه دیگه معطل بمونه. بودو لعنتی. امیدوارم همینجا باشه. آره هنوز همینجاست. بعد این همه سال وقتش روشنت کنم برادر قدیمی. وقتشه که داغونت کنم، با آتیشت بدم. بذارینم. به به اخ کلانتر، چه عجب که بالاخره به هم دیگه رسیدیم. تو نمیدونی چیه پسر، جلوی رامو نگیر. چرا؟ الان قشنگ فهمیدم قضیه چیه. تو لعنتی اون کسی بودی که پدرمو کشتی مگه نه؟ ببین پسر، باید با هم دیگه صحبت کنی. تو که نمیتونی منو بکشی. بعد از اون اتفاق تا آخر عمر از رو وجدان ولم نمیکنه. تقصیر من نبود. واقعا نمیدونم چی شد. مجبورم کردم این کارو کنم. من اون موقع یه کلانتر جوون بودم و تنها کسی بودم میتونستم این کارو کنم. دختر کوچیکمو گروگان گرفته بودم. جدی؟ پس چرا من هیچ وقت دختر کوچیکتو ندیدم؟ چون بعد از اینکه پدرتو کشتم، اون لعنتی و دخترمو کشتن. گفتن این فقط اولش بود و من دیگه هیچی برای از دست دادن نداشتم. اون روز صبح می‌خواستم برم کلک خودمو بکنم تا اینکه یه دفعه یادم اومد پدرت گفته بود یه بچه داره و تو رو دیده بودم و گفتم هدف من این میشه که اون بچه رو نجات بدم. میدونی چیه؟ دیگه خیلی دیر شده. اون موقع باید به این فکر می‌کردی. الان دیگه میخوام بکشمت. ازت خواهش میکنم این کارو نکن. تو یه قاتل نیستی، تو یه قهرمانی. تو مثل من ترسو نیستی. راست میگی، مثل تو ترسو نیستم لعنتی که بعد این همه سال حتی جرئت نکنی همچین حرفی رو به خودم بزنی. اصلا میدونی چیه؟ لعنت بهت نخواستیم بابا. اصلا نمیکشمت. جونت حلال خودت بابا. لیتس گو. بستر بزن بریم بابا. این کسافت من الان شناختم که چی شد. چه صدایی اومد؟ قضیه چیه؟ بذار ببینم. الو بچه، صدای از اینجا اومد. بابا حالت خوبه؟ بالاخره گفتی بابا. یادم نمیره. بهترین خاطراتم با تو بود پسر. امیدوارم همیشه زنده بمونی پسر و به شهرت خدمت کنی. مثل من ترسو نباشی. بابا بیا بریم بابا. اوه دخترم بیا بریم. میدونی چند سال منتظرت بودم؟ با هنوز منتظر بابا بودی ها؟ معلومه بابا، همیشه منتظرت بودم. بیا بریم. با یه قهرمانی بابا جون، برای همه. و پهلوونا، اگه تا اینجا ویدیو دیدید لایک ویدیو یادتون نره، یه کامنت عدد سهم یادتون نره، 2 ویدیو که روی این صفحه اومده رو نگاه کنید. عشقای منید و تا درودی دیگر و ویدیوی دیگر مواظب خودتون باشید و بدرود.